کانال اووزخون شادروان بهرام غفوری روز 25 سپتامبر پاره‌های از توی دامادی احسان بهرام فرزند این خواننده زنده‌یاد را نشر کرد. بهرام غفوری مؤلف ترانه ای مهاجر بچه سرگردان تاجیک در طول چندین سال باز به یک گیمن غیر رسمی مهاجران تاجیک تبدیل یافته بود. صبح 7 آگوست سال 2020 در یک صدمه نقلیاتی در مرکز دوشنبه در سن همگی 44 به هلاکت رسید. در یکی از ویدیوهای نشر شده دیده می شود که وقتی گردانندگان بزم نوبت را به آوازخوان شناخته شبنم سوره می‌دهند، او هنگام تبریک داماد و عروس خود را نگاه داشتن نمیتواند و به یاد بهرام غفوری گریه میکند. در این ویدیو همچنین لحظه های رقت آور نشان میدهند که احسان بهرام به جای پدرش از بابایش فاتحه میگیرد و پدر سالمند بهرام اشک در چشم برای نبیرش دست به دعا میکشاید و برادران بهرام نیز برابر پدر دست به دعا میبردارند. در ویدیوی دیگر انوشیروان بهرام پسر دیگر بهرام غفوری که راه و کسب پدر را انتخاب کرده است نیز در توی عروسی دادرش آوازخوانی میکند و او نیز همراه داماد از عدم نبودن پدر در این روز خرسندیشان هر دو به گریه می‌درآیند. بهرام غفوری آوازخوان شناخته استرادای تاجیک صبح 7 آگوست سال 2020 ساعت 4 صبح بر اثر در خیابان رودکی در مرکز دوشنبه در نزد دانشگاه آموزگاری به کم از برخوردن یک ماشین جیپ لندکروزر در جای حادثه به هلاکت رسید. راننده جیپ معاون پروکورور نویه فردوسی اسلام انورزاده و مسافر دیگر ماشین ظریفوف بهادر سال تولدش 1986 ساکن دهه کنگورت نویه تیمور ملک جراحت وزن برداشتند. با گذشت یک سال از مرگ فاجعه‌ای آوازخوان محبوب تا کنون کسی برای آن صدمه مرگ‌آور به جوابگری کشانیده نشده است. تفتیش پرونده جنایی به ضد گمانبر اساسی راننده جیپ اسلام انورزاده را بنابر در حالت بیمار وزنین قرار داشتنش هنوز ماه اکتبر سال 2020 باز داشتند. اسلام انورزاده پسر انور قربانوف معروف به انور تکستیل مدیر کل کارخانه نساجی دوشنبه بود. مقامات انورزاده را به آن ادعا کردند که در حالت مستی سر فرمان ماشین نشسته است و ماشین را به بالای این با صورت خیلی بلند رانده سببگار صدمه مرگ‌آور شده است. او را بلافاصله از منصب برکنار کردند و بعد چند دقیقه خبر آمد که گویا طبیبان یک دست انورزاده را بریدند. چند بعد دیگر خبر رسید که اسلام انورزاده را برای ادامه طبابت به خارج کشور فرستادند. دادستانی کل تاجیکستان ماه مارس سال 2021 خبر داد که 2 آگوست سال 2020 بر اساس قسم 4 ماده 212 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به انورزاده پرونده جنایتی آغاز شده بود، ولی همین را باید قید نمود که 2 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن انورزاده اسلام در اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 203 قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تفتیش پرونده جنایتی بازداشت شده است. با باور بسیاری‌ها اسلام انورزاده را خویشاوندان بانفوذش با مقصد خلاص کردن از جوابگری جنایی از تاجیکستان گریزانیدند. انورزاده اخیراً به تاجیکستان برگشت و با ویدیوی لطوکوب یک جوان زن نامش دیگر باره در سرخط خبرها افتاد، ولی معلوم نیست که آیا تفتیش پرونده صدمه‌ای که سبب مرگ بهرام غفوری شد از سر گرفته شد یا نه.